زمین و آسمان تا به نوروزی دیگر ما را رسان. روز و شب دارم طلب از رحمتت، در همه ما را نگاه دار، در همان درود بینندگان عالی قدر، اینک فصل نازنین عروسی سال فرا رسید. در این ایام گلبیز نوبهار و شما سعادتمندی و سرفرازی را تمنا می نماییم. بهار عروسی سال به دیده و دلها فرحمندی می بخشد. گرد و اطراف لباسی سبز به بر گرفته به مشام ما بوی عطرآگون می زند. همه شاد، همه مسرور. بهار آمد، بهاری نو، هزاران شکر و شکرانه. به عالم گلستانی نو، هزاران شکر و شکرانه. من خواب بودم که گل به دروازه گذشت، من خواب بودم که گل به دروازه گذشت. نامالی سرش چارباغه مالیده گذشت، نامالی سرش چارباغه مالیده گذشت. نامالی سرش پرچه هندوستانه، نامالی سرش پرچه هندوستانه. عرقی لبوش عرقی تابستانه، عرقی لبوش عرقی تابستانه. گل بدست گل بدست میرود یارمه، گل بدست گل بدست میرود یارمه. گل بدست گل بدست میرود یارمه، گل بدست گل بدست میرود یارمه. هزار یک گل داره، نامالی سرت هزار یک گل داره. خندیدنی تو آوازی بلبل داره، خندیدنی تو آوازی بلبل داره. نامالی سرت سایه به ابرات کنه، نامالی سرت سایه به ابرات کنه. دیوانه منه دخالکی راد کنه، دیوانه منه دخالکی راد کنه. گل بدست گل بدست میرود یارمه، گل بدست گل بدست میرود یارمه. گل بدست گل بدست میرود یارمه، گل بدست گل بدست میرود یارمه. شبم ستاره گل داره، ما صدقه شبم ستاره گل داره. ای دختری سبزینه نومال داره، ای دختری سبزینه نومال داره. نومال داره بسر نبرد کاراره، نومال داره بسر نبرد کاراره. خودش رفت غماشه داده ماره، خودش رفت غماشه داده ماره. گل بدست گل بدست میرود یارمه، گل بدست گل بدست میرود یارمه. گل بدست گل بدست میرود یارمه، گل بدست گل بدست میرود یارمه.
بدست گل بدست میرود یارمه گل 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 بدست گل بدست میرود یارمه بینندگان عزیز و ارجمند، هندیاران گرامی، سفر ایجادی ما در بخارای شریف ادامه دارد. ما حالا در مدرسه کوکالداش بخارای شریف قرار داریم و در اینجا رسته های هنرمندان با یک ترتیب به خود خاص خیلی زیبا گذاشته شده است که از تاریخ دیروز و امروز مردم بخارای شریف حکایه می نماید. بخارا شهر قدیمی و جوان همیشه با زیبایی خود توجه سیاحان را زیاد می‌گرداند. علل خصوص قدرت‌های ملی‌مان جالب دقت است. بیهوده زیبایی را به زن مادر شباهت نمی‌دهند. چون گل‌های رنگارنگ بهار هنرمندان ماهر زیبایی می‌آفرند. دوستان عزیز، این دستاوردهای هنرمند نامی بخارای شریف منظور احبه می باشند که ما حالا با آن کس صحبت می آراییم. مرحمت. السلام علیکم. السلام اپا جان علیکم. مانده نباشید. رحمت خودتون نازمه شما دید. چند سال است که این نمودی لباس های ملی را شما هم خودتون می دوزید و هم به مخلصا پیشکش می کنید؟ 15 سال بوده اینجا من سرکارگی خودم می‌دوزم، دخترم به یادتگی نبیرم به یادتگی همه کاره خودمون میکنیم. دخترم میکشد، ما این کشیده‌های میدوزیم. من دوزندگیشه میکنم. هر خیل رنگو از برای توریستو. هوای ها آمده بسیارتر، چی و شوقشون زیاد همین سیاحویه؟ و سیاحوی همه چیزی موبا اونو مف میشون، چون که اون تو این چیزو نیست دیگر جای. میبیون اینو با میکنن چیزایی لباسای خودو، این خالاتوی دختگی، اینو با میکنن که این چخیل ناز، این دست به بفتگی، ما تو همو میدوزیم اونو فرسان شده اینو میخرن. سمکوی خودمو میدوزیم، اینو اینجا پشته، این قیور کردیم، ولی ندوختیم. ولی اکون گلوشه تخت کرده، بعد شینون میکنیم، این خیلی سمکه میبرود. شما این هنر را از کی یاد گرفتید اپا؟ من ایوشگیم 12-13 بودم، بیبیم خدا رحمتی اون کس دوزنده بودن یاد کردم. کش دایم اونو یاد دادن. اینستیتوت تموم کردم، همین صاحبه خوندم. دیزاینر شدم، تکنولوژ، حاضر هنرمند. اکثر سیاحان به آیین‌های ملی ما ذوق دارند. در واقع لباس، سرپوش، زیب و زینت‌های زنانه ما رمزی به خود خاص دارد. رنگ و بار، متاع و طرز دوختن و زیبنده و برگرفتن. این چیزهای بسیار خریدارش که آدمای خودمون هم میگیرن، فقط خارجی ها میگیرن. آدمای خودمون هم میگیرن. سرخنداری هم میبیان، تاجیکستان با میبیان، اینو هندستان میگیرد. این قدیمی سیزنه اینا ما ندوختیم، لیکن شینونش هم کردیم. اینجا من گوشواره های میبینم. این همه گوشواره های تاجیکی همین بخارا است. این از هر گیجو ولایت های اینیش. اینی سرخنداری هست، اینی شهر سبز، این بخارا هست. اینی همیش یک تا اینو اینی هنرمند تو که همکاری کرده هم آورده اینجا میگذارده موافق طلب. اینو ما بخارا با پد میزنیم. این ماشین که با، لیکن اینا من نبیریم میدوزد. این تاقی مردانه است؟ این مردانه زنانه فرقش نیست. این های هم یک خودش تاریخش دارد اپا، درست می؟ این از اول موندگی. باید اثری بابا ما همشون زیب زینت میکرد. در اکثر دکانها محصول دستی هنرمندان به فروش گذاشته شده است. در برابر این هنرمندان در همین جا با اصول قدیمی رنگ دادن و بافتن متاعها را به راه گذاشتند که این حالت باز هم جالب و قابل حیرت انگیزی است. اکثر سیاحان از درس مهارت هنرمندان در حیرتند.
انا اینجا رسمون های میبینم این برای دختر این برای اینا دختن، اینا دخترم حوزه دختشته است. اینا میکشیم اول، بعد شده این میدوزد وقتش یفته. همینجا هم با خارجی ها سیاه ها هم صحبت میشوین وقت خاله به واسطه میبینن ماستر کلاس، اینو همون میبینن چخیل دختنه. بعد ایسیم هم میخرم. این ماشین که بکرگی، کامپیوتر نی وشوفکا. این پاتوزی. این پاتوزی. اینو این قیمت‌تر میستد نسبت به نه نرخش یک است. این قیمت‌تر، این دست کت میکنه. این ماشین که این بر ماشین که دستتون حرکت میکنه. اینجا نقش نگارش زیادتر است. این هم دستاورد شما این دستی ها، این یک وقت کم وقت کش میمونن میدوزن. اینا البته خریدارهاش اکثرا خارجی ها. خارجی ها، ازبکو هم میخرن، تاجیکو هم کی به مقول میخرن. از کجا میبیان سیاه ها؟ سیاه ها همه جای داشتین. همین سال بسیار هم سره شد. پرزیدنت ما با رحمت اون کس همین خیلی رای یلا کرده بودن بینالین کفتگی و فستیوال شد. هر سال انکی دیده این سال نقص شد. در بخارا برابر مکتب‌های تعلیمی عمومی، مکتب‌های مخصوصانیده شده هم فعالیت دارد. ما با فعالیت مکتب موسیقی شماره 4 شناس شدیم. در ازبکستان نو برای جوانان بسیار شرایط مهیا کرده شده است. اساساً پس از مکتب مشغول شدن با ورزش، با موسیقی که چونین مکتب‌های موسیقی اعتبار کلان شد، درست می؟ در بخارا چگونه است؟ دولت طرفش برم دمو یک دل موسیقی اسباب 12 تا پیانین نو دادگی، 2 تا رایال دادگی، بعد داریم ازبک خالچوغا اسباب ارکستر برای اسباب انسامبل برای موسیقی خالچوغا اسباب دادگی دمو اروپا اسباب هم دادگی، اسکریپکو دادگی، ویلانچلو دادگی، اودرنیک اسباب گیتا دادگی دمو. خبردار شدیم که در تمام ولایت بخارا یک استای تعمیرگر عیناً در همین مکتب موسیقی شما فعالیت میبرد. تیاره دمو حاضر کار کشتین در اینجا جلیلوف دیخون گفته که استا موسیقی اسباب تعمیر میکنن. اون کس یک استای همین دستشون گول همته اون کس اکو تیاره گپه گفتن دکور اشویتس اومده بودن اون روز آدمو همین توریستو اومده دیده رسم و گیته اما اینترنت کتی دیدگی اون کس اومده همینجا دیده رفتن رسم و گیته چطور اون کس موسیقی اسبابای ساختشتی با دیگه جای اومدشتی سازی همین موسیقی تعمیر کند آدم باید سلوخشون بودن اجده کورا موسیقی رو باید احساس کند. بعد وی نه فقط پیفاگور بروردگی و تئوریوش دونستان دکورده اینجا یقیت اگر لاد نوتوریش نونن اگر فرش میبرورد اواز نوتوری میبرورد اونجا موسیقی نواز هم اساسنده هم این استا بالاتر با نزاکت کار کردنش دارد. تئوری دهقان جلیلوف یکی از استای ماهر و تعمیرگر سازهای موسیقی نام برآورده است. در بینای مکتب موسیقی استاخانه دارد. اکثر دانش آموزان وقت خالی از درس به نزد استا می آیند. از تجربه کاری استا با خبر گشته با مصلحت‌های او گوش می اندازند. زیرا مرد هنر انسان صمیمی و زمینی است. این روبابا من ساختگی کاسش توت دستش 4 مغز گاه میکنن کلید خانشم با 4 مغز گاه اینا مثلا زردالری هم میکنن مثلا استاها لیکن اگر یاف شود 4 مغز نغز معنیش هم این که مثلا این اجرابه قلعی میشد مثلا انا موزیکان نمختنش برای انا موزیکای انا دستش روان شدنش در کرده انا دست اسبابتون انا همین با انا همین 4 مغز باشه نغز میشد. حاضر خدا با شکر تنبور میسازم 2 طور میسازم مینمازم خدا. وقتی صحبت با چنین مردان هنر روحیت انسان پاک می‌گردد. واقعاً خوشبخت آن نفرانی که با این مرد هنر همکارند. شاگردان زیاد دارند. از پیروزی‌های شاگردانش می‌فخرد. از توجه خارجیان به فعالیتش افتخار دارد.
این موزیکا گفتگیش خودش وقتش به تاریخ به یک قسم ماتماتیکا گفته اینا گذاشتگی فهماندگی قسم ماتماتیکا یک هنره یاد گرفتن برای اولا الف ب به سر کرده سخت خواندن در کار چونکه یک تر موزیکا اسباب ساخته گپ زنندن برای ماتماتیکا در کار فیزیکا در کار مکتب به نصف خواندن در کار اساسا خوشبختانه در مکتب موسیقی متخصصان ساحه مشغولات می‌گذرانند. برابر آنها درس حیاتی استاد تعمیرگر دهقانکه موضوعی علاهیده است، زیرا طلبگان از استادان خود نواختن و تاریخ سازها را آموزند. در استاخانه تعمیر و ساختن و ساز نمودن اسباب‌های گوناگون موسیقی را یاد می‌گیرند. بیزی استای هنر